ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. یوسف مصری ز چاه گشت چنان پادشاه، گر که طریق این بود راه به چاهم بده. بر قدمت همچو خاک بوسه زنم سوزناک، گل شد از این گریه خاک روح به جانم بده. سرخوشی این جهان لذت یک آن بود، آنچه تو را خوشتر است راه بدانم بده. با نام یاد خدا آغاز میکنم. دوستان عزیز، خوشحالم که با کافه کتاب مریم با من همراه هستید. من و تو که عاشق کتاب هستیم و کتابخوانی یک روزمون بدون کتاب نمیتونه سپری بشه. پس من اینجا هستم که با هم کتاب بخونیم و از مطالب کتاب ها استفاده کنیم و در زندگیمون به کار ببریم. اگر که چنانچه خانه‌داری، راننده‌ای، شاغلی به هر نحوی دوست داری که کتاب بخونی و فرصت و موقعیتش رو نداری که کتاب رو به صورت فیزیکی در دستت بگیری و از اون استفاده کنی، من اینجا هستم. من کتاب میخونم و شما میتونید وایس ها و پادکست ها رو استفاده کنید. امیدوارم که بتونم براتون سودمند باشم. برای شروع کتاب اول کافه کتاب میخوام از کتاب قدرت انضباط شخصی برایان تریسی 21 راه برای کسب شادی و موفقیت پایدار شروع کنم. کتاب بسیار خوبی هست. من خودم معتقد به این هستم که چنانچه ما میخوایم در زندگیمون به خواستهایی که میرسیم، به خواستهایی که دوست داریم برسیم، باید از نظم و انضباطی از خودمون شروع کنیم. یعنی نظم و انضباطی داشته باشیم که در پی قدم قدم انجام دادن این نظم بتونیم به خواسته های پایدارمون برسیم. شروع میکنیم با پیشگفتار کتاب. نویسنده کتاب در ابتدا در پیشگفتار یک جمله بسیار ناب رو گفته که برای همه ما مطمئناً دلیل هست برای نرسیدن به خواسته هامون، برای شاید بگم 80%مون. و اون جمله این هست که هزاران بهانه برای شکست وجود دارد، اما دریغ از یک دلیل خوب. آقای برایان تریسی در پیشگفتار کتاب از زندگی خودش میگه. زندگی خودش رو اینجوری توضیح میده دوستان که من اونقدر شرایط زندگیم بد بود که حتی نتونستم دبیرستانم رو تموم کنم، فارغ التحصیل نتونستم دبیرستان رو تموم کنم. دبیرستان رو ترک کردم و رفتم مشغول به کارهای یدی شدم، یعنی کارگر شدم. تو رشته‌های مختلف کارگری رو امتحان کردم. چند سال درگیر این قضیه بودم، ولی دیدم نه، این شغل و این کار من رو اون چیزی که مد نظرم هست نمیرسونه. شاید شماها هم این سوال توی ذهنتون مطرح شده باشه که چرا عده‌ای از مردم زندگی موفق‌تری دارن، عده‌ای پولدارترن، عده‌ای شادترن و عده‌ای با داشتن شرایط یکسان با ما شرایط متفاوتی از ما دارن. این سوال تو ذهن همه ما همیشه پرسیده میشه و آقای برایان تریسی میفهمند که این سوال توی ذهن منم جرقه خورد. رفتم و دنبالش گشتم، رفتم خیلی جاها کتاب خوندم، تحقیق کردم، مطالعه کردم، از افراد موفق سوال پرسیدم و در نهایت همه اینها رو که طی چندین سال جمع زدم، حتی تحصیلات دانشگاهی در رشته مدیریت اجرایی تحصیل کردم و مدرک گرفتم. توی همه اینها چکیده‌شو که بیرون آوردم رسیدم به یک کلمه و اون همون انضباط شخصی بود. یعنی کسانی که قدم در راه موفقیت گذاشتن و به اون رسیدن، کارهایی رو در طول روز و در طی زندگیشون انجام میدادن که به آن پایبند بودن و درش استمرار داشتن و انجام دادن این کارها بود که تونسته اونها رو به نتیجه دلخواهشون برسونه. ایشون اینجوری کتاب رو شروع میکنن که من وقتی در همایش هام شرکت میکنم از شرکت کنندگان در همایش ها میپرسم که آیا کسانی هستن در این جلسه که دوست دارن درآمدشون رو 2 برابر کنن؟ قطعا همه لبخند میزنن و دستشون رو بالا میارن
دوباره میپرسم آیا کسانی هستن که دوست داشته باشن وزن کم کنن و یا اینکه بتونن استقلال مالی داشته باشن. باز هم عده زیادی لبخند زنان دستشون رو بالا میارن و اعلام حضور میکنن. و اینجاست که من بهشون میگم این فوق العاده هست. همه ما یه اهدافی داریم و دوست داریم که به هدفمون برسیم، اما متاسفانه 80% ماها در راه رسیدن به خواستمون در یک جزیره میمونیم و آقای براین تریسی اسم جزیره رو گذاشته جزیره یک روزی. این جمله یک روزی برای هممون خیلی آشناست دوستان. من خودم خیلی این تو زندگیم تا الان که 44 سالمه استفاده کردم و متاسفانه باعث شده که به خیلی از اون چیزهایی که توانایی هایی که داشتم و خواسته هایی که داشتم نرسم. هممون با هم دیگه میگیم یک روزی مثلا فلان کار رو استارت میزنم، شروع میکنم. یک روزی ورزش رو شروع میکنم برای سلامتی پایدار. یک روز در یک جلسه ارتقاء مهارت شرکت میکنم تا بتونم پول بیشتری از راه ارتقاء مهارتم در کسب و کارم به دست بیارم. اما متاسفانه توی همین جزیره میمونیم. میگه که آدمای زیادی 80% از مردمن که توی این جزیره دور هم نشستن و همه از همدیگه یک سوال میپرسن. اون از اون میپرسه تو چرا اینجایی، اون میپرسه تو چرا اینجا هستی. و معمولا جوابهایی که از همدیگه میشنون خیلی آشناست و شبیه به همدیگه هستن. یکی میگه من کودکی خوبی نداشتم، یکی میگه من بابا و مامان خوبی نداشتم، یکی میگه من اوضاع مالیم وحشتناکه، یکی میگه که من رئیسم آدم ایرادگیریه و من ازدواج موفقی نداشتم و یا اینکه هیچ کس نمیتونه منو درک کنه. اینها عذر و بهانه ها و دلیل تراشی هایی هست که ایشون میگن 100% نابود کننده موفقیت های ما هستن. میگه همه اونهایی که نیات خیر دارند و قدم در این راه میذارن همشون از ابتدا خوب خودشون رو میخوان، ولی متاسفانه وقتی که این جزیره گیر میفتن و دلیل عذرها و بهانه تراشی های مختلف رو میارن، قدم در راه عدم موفقیت خودشون میذارن و راه و مسیر رو خراب میکنن. حالا راه چاره چیه؟ راه چاره همین هست، نجات خودمون از جزیره یک روزی. میگه که عزیزم وقتی که تو یه نیت و انجام یک کاری کردی، اقدام کن، کار کن، یک کاری رو انجام بده، دلیل و بهانه نیار. از این مغز متفکرت عوض اینکه استفاده کنی و دلیل و بهانه هایی برای خودت بیاری که اون کار رو نمیتونی انجام بدی، از مغزت استفاده کن و علت ها و دلیل ها و راه هایی رو پیدا کن که بتونی اون کار رو انجام بدی. میگه که ایشون اگر که قرار هست که تو زندگیتون اتفاقی بیفته، به خودتون بگید که اون اتفاق به خودم بستگی داره. یک بار دیگه جمله رو تکرار میکنم. اگر قرار هست در زندگی ما اتفاق خوبی بیفته، اون اتفاق به خودمون بستگی داره. حالا یک سوال اینجا از خودمون بپرسیم، یک سوالی که مشخص کنه آیا این دلیل و بهانه هایی که ما داریم میاریم آیا دلیل و بهانه های درستی هست یا نه. اونم این هست که ببین آیا کسانی با شرایط من، با عذر و دلیل و بهانه های من در این دنیا وجود داره که این دلیل و بهانه ها رو داره ولی به خواسته دلش و اون قصد و نهایتی که برای خودش مشخص کرده رسیده، به خواسته خودش رسیده یا نه. آره، هزارها و میلیون ها نفر تو این دنیا هستن که با داشتن دلایل و مشکلاتی شبیه به ما تونستن به اون مقصدشون که مد نظر خودشون قرار دادن برسن و چجوری با تلاش، با تکرار، با استمرار، با هر روز انجام دادن کارها و نظم و دیسیپلینی که برای خودشون مشخص کردن به خواسته هاشون رسیدن. در ادامه آقای براین تریسی یک راه دیگه، یک سد راه دیگه در واقع در راه موفقیت معرفی میکنه. ایشون میگن که یک چیز دیگه هم هست که میتونه مثل جزیره یک روزی سد راه موفقیت ما بشه. اون چی هست؟ راه کمترین پایداری. یعنی چی کمترین پایداری؟ یعنی اینکه شما یک راهی هست، یک مسیری هست که برای خودتون مشخص کردین و میخواین به مقصدتون برسین، ولی در این راه
دوست دارین که کمترین زحمت رو به خودتون بدین، دوست دارین کمترین تلاش رو بکنید و به قول معروف گفتنی اون ضرب المثل یک شب پولدار شدن رو برای خودتون مثلا انجام بدین در زندگی مالیتون. مثلا ایشون توضیح میدن که وقتی که شما یک هدف بلند مدت برای خودتون مشخص کردین و مشخص کردین که دوست دارین به کجا برسین، اون ایده و دورنمای هدفتون که مشخص شد، شما حالا باید این مسیری که از اینجا شروع میکنید و قدم قدم میرین تا برسین به اون خواستتون رو به قدم‌های کوتاه‌تری تقسیم کنید که هر روز بتونید روز به روز، ساعت به ساعت، هفته به هفته و همینجور برین تا کارهایی انجام بدین تو مسیر تا نهایتاً به اون خواسته بزرگتون، هدف بزرگتون که مشخص کردید برسید. در ادامه بعد از جزیره یک روزی و بعد از راه کمترین پایداری که ما دوست داریم سریع به هرچی میخوایم برسیم، یک مفهوم دیگری از انضباط شخصی رو ایشون اینجا تعریف میکنن. میگن که مفهوم دیگر انضباط شخصی تسلط بر خود هست. کامیابی تنها زمانی امکان پذیر است که بر احساسات، گرایشات و امیال خودمون مسلط باشیم. انضباط به معنی چشم پوشی از لذات نفسانی است که این مستلزم پرهیز از خوشی‌های زودگذر و وسوسه‌هایی است که مردم بسیاری را به گمراهی کشانده و به جای آن انجام دادن کارهایی که در دراز مدت سودمند و مناسب لحظه حال و کاملاً بجاست. انضباط شخصی نیازمند به تأخیر انداختن لذات است، یعنی توانایی چشم پوشی از کامروایی‌هایی در کوتاه مدت برای لذت بردن از پاداش‌های بزرگتر در بلند مدت. بله، دکتر ادوارد بنفیلد، جامعه شناس بزرگ هاروارد، میاد یک خصوصیت رو برای آدم‌های موفق تعیین میکنه و اون این هست که چشمانداز بلند مدت دارن. میگه که موفق ترین افراد متفکران بلند مدتند. آنها آینده را تا دوردست نظاره میکنند، چهره‌ای از کسی که میخواهند در آینده باشند و همچنین اهداف مورد نظرشان را ترسیم کرده و سپس به لحظه حال برگشته و به محاسبه کارهایی میپردازند که برای دستیابی به آینده دلخواهشان باید انجام دهند یا باید از آن پرهیز کنند. در این قسمت دیگه نهایتاً آخر پیشگفتار هست. ایشون توضیح میده که آره، چشمانداز بلند مدتمون رو مشخص کردیم، قدم هایی که باید به سمتش رو مشخص کردیم. در این راه باید یه چشم‌پوشی هایی هم داشته باشیم، چشم‌پوشی از لذت های آنی، مثل اینکه تو یه هدف داری، مثلا میخوای کنکور قبول بشی، دوست دبیرستانی من هستی و اومدی برای خودت مشخص کردی که باید در روز چقدر مطالعه کنی. شاید در اون ساعت دوستان تو، کسانی همسن و سالان تو در گشت و گذارهایی باشن، در بیرون از خونه، در جشن‌ها، در مهمونی‌ها وقتشون رو بگذرونن، ولی شما پا روی اونها میذاری و میشینی و درست میخونی به خاطر اینکه یک سال بعد به اون چیزی که مد نظرت، رشته‌ای که دوست داری درش قبول بشی و آینده‌شو رو با اون ترسیم کنی برسی. یا اینکه خیلی از ماها که شاغل هستیم، یه ساعتایی هست که خیلی ها کارهاشون رو رها میکنن و به خوشگذرانی میپردازن، جمع‌ها و دوره همی های مختلف، ولی خیلی از افراد موفق هستن که اون ساعتها در اتاق تنهاییشون در کنار خودشون و در کنار هدفشون قرار میگیرن و از اون لذت‌های لحظه‌ای آنی چشم‌پوشی میکنن تا به اون خواسته‌ای که در ذهنشون هست و برای خودشون ترسیم کردن برسن. پیشگفتار یک نتیجه بزرگ رو نویسنده برای ما توضیح میده که ما میتونیم از داشتن رشد شخصی به اون برسیم و اون هم انضباط شخصی و عزت نفس هست. این دوتا رابطه مستقیم با هم دارن. هرچه انضباط شخصی ما بالاتر بره، عزت نفس ما هم بالاتر میره. احترام بیشتری برای خودمون قائلیم، ارزش بیشتری قائل هستیم برای خودمون، حس احترام به خودمون بالا میره، چون خودمون رو فرد پایبندی میبینیم، خودمون رو فرد مقیدی میبینیم و اینجاست که به خودمون افتخار میکنیم، شادتریم و پایبند و پایدار در راه رسیدن به اهدافمون. دوست خوبم، خوشحالم تا اینجا با من همراه بودیم.
در پادکست بعدی فصل اول رو شروع میکنیم. لینک ویدئو بعد رو حتما در دیسکریپشن همین ویدئو قرار خواهم داد که بتونید استفاده کنید. حتما کانال رو با دوستانتون به اشتراک بذارید، کسایی که میدونید به کتاب علاقه دارن، و سابسکرایب و لایک یادتون نره که همراهی شما انرژی مضاعفی برای ما خواهد بود در استقامت و پایداری.